سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز از مجموعه نهالستان محمد حسین ملکزاده ناب نهال در خدمت شما سروران عزیز هستیم. امروز می‌خواهیم با آموزش کاشت یک نهال در خدمت شما سروران عزیز باشیم. چاله که مشاهده می‌کنیم ما قبلا آماده کردیم. چاله در عمق 70 و عرض 70 سانتی متر، کود حیوانی پوسیده و گوگرد را آماده داریم. ابتدا چاله‌مون رو به عمق 10 سانتی متر از کود پوسیده حیوانی پر می‌کنیم. چاله باید به عمق 10 سانتی متر از کود حیوانی پوسیده استفاده شود. حتما کود باید پایین چاله قرار بگیره. بعد از اینکه 10 سانت کود پایین چاله ریخته شد، از گوگرد استفاده می‌کنیم. به میزان 100 گرم گوگرد روی کود حیوانی پوسیده ریخته میشه. از خاک چاله چندین 20 سانتی حیوانی ریخت. باید سری شد. 20 سانتی حیوانی ریشه نهال کاملا هرس شده و آماده. وقتی میخوایم نهال رو بکاریم حتما به این نکته باید توجه داشته باشیم که این ریشه‌ای که مشاهده میکنی یگه نهال رو باید پیدا کنیم. آخرین ریشه رو در نظر میگیریم. حدوداً 5 سانت بالاتر از ریشه یگه تموم شده. به اندازه 3 انگشت از آخرین ریشه ما باید خاک پر کنیم پای نهال. اگه بیشتر باشه نهال رو خفه میکنه. واسه پر کنیم. سرزنی نهال بعد از کاشت حتما باید انجام بشه. پای نهال رو تشتچ میکنیم. در اول کاشت باید 20 لیتر آب حتما به درخت برسه. پای نهال به صورت تشتک در میاد. 20 لیتر آب آماده کردیم. بسه 20 لیتر آب رو بریزیم. به صورت تشتک درست میکنیم که آب پای درخت بمونه. آخرین مرحله کاشت سرزنی درخته که حتما باید از ارتفاع 60 تا 70 سانتی درختمون رو سرزنی کنیم. در خدمت همه عزیزان و سروران هستیم.